خبر خوش. مقدمه. شنونده عزیز، خوش آمدید. امیدواریم در این برنامه با ما اوقات خوبی داشته باشید. در واقع این کلمات بزرگترین کلماتی است که یک نفر میتواند بشنود، چون این کلمات درباره پربهاترین چیز در عالم هستی است. جملاتی درباره رابطه خداوند و انسان، یعنی بین شما و خداوندمان. لزومی ندارد که دفترچه تصاویر را اکنون در دسترس داشته باشید، ولی اگر موجود است کمک خواهد کرد که مطالب را با ما دنبال کنید و روی کلماتی که از ما میشنوید تمرکز کنید. شما هر وقت که بخواهید می توانید از گوش دادن بایستید تا کمی به خود وقت داده تا بتوانید بر روی پیغام هایی که میشنوید تفکر و تعمق کنید. ترجیحاً بهتر است که پیغام را به طور کامل در یک زمان گوش دهید و سپس بار دوم آن را به طور آهسته تر گوش داده و در قسمت لازم عمیق شده و یا دعا کنید. وقتی یک آهنگ ملایم زیبا را میشنوید، بدین معناست که می توانید به تصویر بعدی بروید. و اکنون بیایید داستان اول را گوش دهیم. در ابتدا خداوند پیش از همه چیز و تمامی خلقت وجود داشت. خداوند تمامی کائنات را با کلام خود آفرید و نور در میان تاریکی به وجود آمد. و او خورشید را تا مبدأ روز و ماه را که نشانگر شب باشد آفرید. خداوند نیکو و عادل است و هر چیز را با توانایی خود اداره می کند. کلماتی را که میشنوید از کتاب خداوند، کتاب مقدس است. این کتاب کلام خداوند است و شخصیت او، طریقهای او و اعمال او را به ما میشناساند. و خداوند از بسیاری از انبیای خود استفاده کرد تا کلام خود را به رشته تحریر درآورد. او راستی خود را از طریق محبتی که به تمامی انسانها می کند به ما نشان می دهد. این کتاب علت جدایی خداوند را از انسانها نشان می دهد. گرچه خداوند انسانها را دوست دارد، همچنین این کتاب نقشه خداوند را برای احیای رابطه خود با انسانها و این که چگونه می توانند مجدداً فرزندان او شوند نشان می دهد. خداوند همه چیز را از طریق کلامی که از زبان خود ادا کرد خلق کرد. او به همه چیز گفت که بشود و همه چیز همانطور که او گفت شد. او با کلام خود کائنات را آفرید و با کلامش دریاها را و به زمین گفت بشود و چنین شد. و بدین طریق تمامی موجودات زنده را خلق کرد، ماهیان دریا و پرندگان در آسمان و تمامی حیوانات روی زمین. وقتی خداوند تمامی خلقت را آفرید، بدان نظر افکند و با رضایت گفت هر آنچه کردم نیکو بود، بسیار نیکو. و خداوند اولین انسان را از خاک زمین به شکل خود آفرید و از نفس خود بر او دمید و او را آدم خواند. و از دنده او اولین زن را آفرید و او را حوا نامید. او با محبت عظیم خود آدم و حوا را دوست داشت
و به آنها حاکمیت بر روی خلقت را داده و آدم و حوا با خداوند مشارکت نزدیک داشتند و در باغی زیبا زندگی می کردند. او این باغ را برای آنها درست کرده بود. او به آنها این اجازه را داد تا از تمامی آن درختان به جز یک درخت بخورند. ولی آدم و حوا از خداوند ما سرپیچی کردند و از میوه درخت ممنوعه خوردند و بدین ترتیب رابطه زیبا بین خداوند و خودشان را شکستند. از این رو خداوند از آنها جدا شد، چون او از گناه و نااطاعتی متنفر است. بعد از آن که آنها از میوه درخت ممنوعه خوردند، خداوند آنها را از باغ عدن بیرون کرد. سپس آنها مجبور شدند که برای نان روزانه خود سخت کار کنند. نتیجه گناه، درد، مرگ و جدایی از خداوند بود. آدم و حوا 2 پسر به دنیا آوردند. آنها را هابیل و قائن نامیدند. قائن نسبت به برادر خود هابیل حسادت می کرد. این حسادت منجر به قتل هابیل توسط قائن شد و خداوند قائن را برای این گناه بزرگ تنبیه کرد، تنبیهی بسیار شدید. و خداوند برای همه انسانهایی را که خود آفریده و دوست می داشت غمگین شد و برای گناهان آنها درد در دل خود داشت. گناه همان چیزی است که ما را از خدا دور می سازد، چون خداوند و گناه نمی توانند با یکدیگر زیست کنند و غیر ممکن است شخصی را که در شرارت و گناه زندگی می کند بتواند با خدا رابطه صحیح و دوستانه‌ای داشته باشد. آدم و حوا بعد از قائن و هابیل صاحب پسران و دختران دیگری شدند و سالها سپری شد و تعداد افراد بر روی زمین فزونی یافت و شرارت نیز با آنها زمین را فرا گرفت و هر کسی بران شد که طبق اراده خودش از خداوند نااطاعتی کرده و دور از خداوند زندگی کند. و به خاطر شرارت انسانها که رو به فزونی می رفت و باعث دردهای زیادتری برای آنها می شد، خداوند تصمیم گرفت که به این شرارت پایان داده و اجازه دهد تا تمامی مردم زمین با یک طوفان عظیم از بین بروند، به غیر از یک شخص نیکو و خداترس به نام نوح. خداوند به نوح دستور داد تا کشتی عظیمی را ساخته و نام آن را کشتی نوح بگذارد تا از آن طریق او و خانواده‌اش از آسیب طوفان در امان مانند. ساخت کشتی سالها طول کشیده و در طی این سالها خداوند از زبان نوح به آنها از وقوع یک طوفان مهیب هشدار داد تا از شرارت خود دست بردارند. ولی مردم به نوح ایمان نداشتند و به او می‌خندیدند، چون آماده نبودند تا از شرارت خود دست بردارند. آنها گناه را از خداوند بیشتر دوست داشتند. خداوند انواع و اقسام حیوانات را نزد نوح آورد و از او خواست تا یک جفت
از هر حیوان را به داخل کشتی ببرد. و او همسر و 3 فرزند خود و همسران آنها را به داخل کشتی برد. تعداد تمامی افراد درون کشتی 8 نفر بودند، به علاوه تمامی حیوانات. و پس از آن که خداوند درب کشتی را بر آنها بست، پس از آن که نوح و خانواده اش وارد کشتی شدند، طوفان هنوز شروع نشده بود. ولی پس از 7 روز خداوند باران سنگینی را فرستاد. و سیل به مدت 40 روز در سراسر زمین بارید. آب تمامی زمین را فرا گرفت و همه انسانها غرق شدند. تمامی کسانی که وارد کشتی نشده بودند از بین رفتند. نوح و خانواده‌اش تنها کسانی بودند که نجات یافتند، چون تنها کسانی بودند که به کلام خداوند اعتماد کرده و از آن اطاعت کردند و خداوند را بیش از شرارت و گناه دوست داشتند. سالها گذشت و نسل نوح قبایل گوناگونی را در بسیاری از نقاط زمین تشکیل دادند و پدر ما ابراهیم در بین این نسل می بود. ابراهیم مردی بود که خداوندمان را دوست داشت و به هر قیمتی از او اطاعت می کرد. و خداوند به ابراهیم وعده داد که او پدر ممالک خواهد شد و قوم بزرگی از او به وجود خواهد آمد. گرچه او کهنسال بود و همسر وی قادر به زایمان نبود، ولی آنها ایمان داشته و به کلام خداوند اعتماد کردند. و پس از سالها خداوند به آنها یک پسر داد و آنها او را اسحاق نامیدند که از طریق او خداوند وعده خود به ابراهیم را به انجام رساند. ابراهیم از همسران دیگر خود نیز فرزندان دیگری داشت. در میان این فرزندان اسماعیل بود که پدر اقوام عرب بود. وعده خداوند به ابراهیم چنین بود که او اسماعیل را برکت خواهد داد، ولی کارهای ویژه بزرگی را از طریق پسر او اسحاق که معجزه آسا به دنیا آمده بود در خلقت خود خواهد کرد. در واقع نسل اسحاق قوم عظیمی شدند به نام اسرائیل. موسی از این قوم بود. موسی خداوند را بسیار دوست می داشت و از او اطاعت می کرد و خداوند از او دعوت کرد که به قله کوهی رفته تا با او سخن بگوید. و خداوند در فراز آن کوه 10 فرمان را که بر روی 2 لوحه نوشته شده بود به او داد. 10 فرمان برای همه انسانها است تا از طریق آن اراده خداوند را بیاموزند. فرامینی را که خداوند به موسی داد، فرامینی بودند از سوی خداوند برای منفعت تمام انسانها و به آنها یاد می‌داد تا خداوندمان را دوست داشته و فقط از او اطاعت کنند و هیچ خدای دیگری را پرستش نکنند، مثل قوم‌های دیگر برای خود بت‌هایی نسازند و آنها را پرستش نکنند. این فرامین همچنین به آنها می‌آموخت که نام خداوند را احترام کرده و یک روز هفته را وقف استراحت و پرستش او کنند. فرامین همچنین از فرزندان می‌خواست تا به پدران و مادران خود احترام بگذارند. قوانین خداوند قتل
زنا، دزدی، شهادت دروغ را ممنوع کرده و به آنها می‌آموخت که یکدیگر را دوست داشته و به اموال یکدیگر حسادت نورزند. و خداوندمان طریقی را برای جبران گناه به انسان آموخت. هر کسی که یکی از فرامین را بشکند، فرامینی که خداوند به موسی داده بود، لازم بود تا به عنوان غرامت نزد خداوند یک حیوان، به طور مثال یک بره، قربانی شود. و این بره گناه را از انسان برداشته و جریمه آن گناه می شود. و شخص اعتراف کرده و به گناه خود اقرار می کرد و سپس دست خود را بر روی بره گذارده که نشانگر انتقال گناه از او به بره بود. از این رو شخص به خاطر می سپرد که جریمه گناه مرگ است. بره تصویر و سمبل یک قربانی بزرگتر بود که خداوند خود مایل بود جهت برداشتن گناه به تمامی انسانها هدیه کند. او شرارت آنها را برداشته و رابطه خود را با آنها به محبت اولین برمیگرداند، به شرط آنکه انسانها آن را پذیرفته و به آن ایمان آورند. این از آغاز نقشه خداوند بود که عیسی مسیح را به جهان فرستاده تا قربانی کامل شود، قربانی که قادر به بخشش گناهان تمامی انسانها در تمام قرون و اعصار شود. و خداوند این کلمات را از زبان بسیاری از پیامبران در تورات تا آخرین پیامبر که در زمان خود مسیح زندگی می کرد بیان کرد. او یحیای تعمید دهنده بود که به مسیح اشاره کرد و گفت این بره خداوند است که گناه جهانیان را برمی دارد. مسیح تولدی بی‌نظیر داشت. هیچ کس پیش و پس از او چنین به دنیا نیامد. فرشته‌ای از آسمان به دختری باکره به نام مریم نازل شد. او نامزد مردی به نام یوسف بود. یوسف در دهکده‌ای که مریم در آن زندگی می کرد نجاری می کرد. فرشته به مریم گفت که بدون تماس با مردی حامله خواهد شد. مریم از سخنان فرشته مات و متحیر شد، ولی ایمان داشت که خداوندمان قادر به انجام هر کاری که اراده کند می باشد. همانطوری که زمین و آسمان ها را با کلام خود به وجود آورد، قادر است که او را بدون لمس یک مرد حامله کند. و می دانیم که خداوند پدر مسیح است که بر طبق وعده خداوند به طریق معجزه آسا از باکره به دنیا آمد. و پس از آن که یوسف در مورد حاملگی مریم باخبر شد، فرشته خداوند در رویا بر یوسف ظاهر شد و او را آرام کرد و به او قوت قلب داد که مردی به نامزد او دست نزند. حاملگی او معجزه‌ای از سوی خداوند است و او مادر مسیح خواهد بود که تمامی قوم اسرائیل سالها منتظر او بودند. و فرشته به آنها گفت که نام او را عیسی بگذارید. و این واژه به معنای رها کننده است. مریم از خداوند اطاعت کرد. یوسف نیز چنین کرد و با همسر خود تا زمان تولد اولین پسر همبستر نشد.
در آن ایام فرمانی از قیصر روم صادر شد مبنی بر این که اهالی هر استان باید به محل زادگاه خود برگشته تا سرشماری شوند. از این رو یوسف به همراه مریم که حامله بود به زادگاه خود بیت لحم رفتند و وقتی به آنجا رسیدند محلی برای اقامت آنها وجود نداشت، چون شهر از هجوم مسافران پر شده و محلی برای اقامت شبانه نبود. بالاخره آخری را یافتند تا شب را در آنجا سپری کنند و در همان آخر مریم عیسی را به دنیا آورد. و در این شب فرشته‌ای از آسمان بر چوپانان ظاهر شد. چوپانان تمامی شب جهت پاسبانی گوسفندانشان کشیک می‌دادند. فرشته به چوپانان گفت که فرزندی در این شب متولد شده است و این مولود نجات دهنده‌ای است که خداوند نزد جهانیان فرستاده است. و ناگهان فوجی از فرشتگان در حضور فرشته شروع به سرود خوانی و ستایش خداوند پرداختند. و از این رو این چوپانان رفته و شادی کنان و در حیرت فراوان به محلی که فرشته به آنها گفته بود رفتند تا طفل موعود را ببینند و شروع به پخش این خبر خوش به تمامی مردم کردند. کتاب مقدس درباره دوره کودکی خداوند عیسی زیاد اشاره نمی کند، اما در این مرحله از زندگی او داستانهای بسیار مهمی را به ما می گوید. اول اینکه وقتی پادشاه تلاش کرد تا تمام بچه‌های تازه تولد یافته را بکشد، به این امید که عیسی در بین آنها خواهد بود تا او را از بین ببرد. خدا یوسف را راهنمایی کرد تا مریم و عیسی کوچولو را برداشته به مصر فرار کند تا موقعی که این خطر رفع شود. به راستی که یوسف و مریم و عیسی بعد از مرگ پادشاه به شهر ناصره برگشتند. در جای دیگر کتاب مقدس به ما میگوید که عیسی کوچولو در حکمت و قامت رشد می‌کرد و فیض خدا با او بود و او هم مورد علاقه خدا و هم مردم بود. وقتی که عیسی 12 ساله بود، پدر و مادرش او را به خانه خدا در اورشلیم بردند. در آنجا عیسی 12 ساله درباره مسائل الهی با معلمین شریعت و رهبران روحانی قوم اسرائیل درباره مسائل الهی گفتگو می کرد. عیسی با حکمت فراوانی که بیشتر از سنش بود به آنها پاسخ می داد و همه آنها از دانش و فهم عیسی در حیرت بودند. وقتی که عیسی 30 ساله شد، شروع به تعلیم دادن مردم درباره خدا کرد و او در میان تمام مردم معلم معروفی شد. عیسی قدرت فوق‌العاده‌ای را بر بیماری‌ها و روح‌های پلید نشان داد. او معجزات زیادی را انجام داد. او کوران و کران و آنهایی را که فلج بودند را شفا می‌داد. او روح‌های پلید را بیرون می‌کرد، مردگان را زنده می‌کرد و بر روی آب دریای طوفانی راه می‌رفت، همچون آدمی که بر روی فرش یا قالی راه می‌رود.
او هزاران نفر را فقط با 5 نان و 2 ماهی غذا داد و سیر کرد. تمام اینها انجام شد تا مردم بدانند که او از طرف خدا آمده و خدا قدرت انجام دادن همه چیز را به او سپرده است. عیسی همیشه به هر چیز می گفت بشود و همانطور هم می شد، درست همانطور که خدا انجام می داد. هیچ چیز و یا کاری نبود که عیسی نتواند انجام بدهد. همه چیز که او انجام می داد خوب، عالی و بسیار خوب بود. عیسی به انجام معجزات عالی ادامه میداد و مردمان بسیاری به هر کجایی که او میرفت به دنبالش میرفتند. عیسی به خاطر فروتنی، مهربانی و محبتش نسبت به مردم بود که مردم او را دوست می‌داشتند. بله، او محبوب مردم بود. او بیماران را شفا می‌داد. درباره خدا به مردم صحبت می‌کرد تا مردم خدا را بشناسند و نیازهای روحانی مردم را برآورده می‌کرد. عیسی کامل و عادل بود. او هیچ گناهی را مرتکب نشد. تمام شور و اشتیاق او این بود که اراده خدا پدرش را انجام دهد. عیسی به این جهان آمد تا محبتش را به مردم نشان دهد. او آمد تا این انسان گناهکار را با خدای قدوس آشتی دهد. در میان این قوم علمای دینی بودند که اقتدار و قدرت بر این قوم را داشتند. آنها به عیسی حسادت می‌ورزیدند. آنها حتی به محبتی که مردم به عیسی داشتند حسودی می‌کردند. این علمای دینی خود را عادل و بیگناه می‌دیدند و حاضر نبودند که اعتراف کنند که آنها هم گناهکار می‌باشند و به فیض و بخشش خداوند نیاز دارند. قلبشان را سخت کردند و یا به عبارت دیگر سنگدل شدند و ایمان نداشتند که عیسی مسیح خداست. نه تنها فقط این، بلکه آنها به دروغ به عیسی تهمت‌هایی زدند تا او را به دادگاه بکشند و به راستی که آنها این کار را کردند و عیسی را به فرماندار رومی تسلیم کردند. فرمانداری که دستور داد عیسی را لخت کنند، کتک و شلاق بزنند و تاجی از خار را که به خاطر خارهای تیزی که داشت و بسیار دردناک بود را بر سر عیسی بگذارند. آنها عیسی را به شدت مسخره می کردند. عیسی خیلی راحت می توانست جلوی تمام این اهانت‌هایی را که به او میشد با قدرت و اقتداری که داشت بگیرد، ولی او میدانست که برای چه منظوری به این دنیا آمد. او میدانست که به این دنیا آمد تا قربانی و فدا شود، تا با این کارش گناهان انسانها را بردارد. او میدانست که به این دنیا آمد تا متحمل مجازات گناهان گناهکاران در بدن خویش شود، مثل من و شمای گناهکار. سربازان عیسی را بردند و او را بر روی یک صلیب چوبی دست و پاهایش را میخ زدند و بعد آنها صلیب را بلند کردند و عیسی بر روی صلیب آویخته بود. او همچنان بر روی صلیب بود تا اینکه روحش را تسلیم کرد. این بدترین و منفورترین نوع اعدامی بود که در آن زمان آن را انجام می‌دادند.
و فقط برای جنایتکاران بسیار شرور و پلید استفاده می شد. همراه عیسی 2 نفر دزد بودند که مصلوب شدند. او عادلی بود در میان شریر. او بیگناه بود. او هیچ عمل خطا و یا اشتباهی را انجام نداد. اما او برای گناهان بشر خود را به مرگ تسلیم کرد تا گناهان هر شخص را بردارد و اثر آن را پاک کند. شخصی که بخواهد و حاضر باشد که توبه کند و از راه بد خود برگردد و عیسی را به عنوان قربانی کفاره به گناهان خود قبول کند. عیسی خودش را به عنوان قربانی کامل داد و فدا کرد. او مزد کامل گناهان را برای تمام انسانها پرداخت. به این صورت خدا اعلام کرد که دیگر روش قربانی کردن برای گناهان خاتمه یافت و به پایان رسید. عیسی قربانی کامل بوده و تمام قربانی ها را پایان داد. دشمنان عیسی مسیح فکر کردند که دیگر عیسی را از بین بردند، ولی اینطور نبود. بعد از این که عیسی بر روی صلیب جان داد و مرد، یکی از پیروانش که ثروتمند هم بود، بدن عیسی را به قبری جدید و نو که مثل غار بود برده و در داخل آنجا گذاشت. یک سنگ بسیار بزرگی بر در ورودی غار غلطانیده شد، طوری که ورودی غار بسته شده و مراقبت شدیدی از غار میشد. در روز سوم صبح زود چند تا زن برای انجام دادن تشریفات مراسم خاکسپاری مناسب بر سر غار قبر عیسی آمدند. آنها به شدت مات و مبهوت شده بودند وقتی که دیدند آن سنگ بزرگ غلطانیده شد و مقبره را، یعنی داخل غار را، خالی دیدند. آنها متعجب بودند و حتی بیشتر از این وقتی که 2 فرشته را دیدند، فرشتگانی که به آنها گفتند عیسی زنده شد و از مرگ برخاست و قیام کرد. بعد از این که عیسی از مرگ قیام کرد، خودش را به گروهی از شاگردانش ظاهر کرد. او با آنها صحبت کرد و با آنها غذا خورد. اما یکی از شاگردانش به نام توما وقتی که عیسی خودش را به دیگر شاگردانش نشان داد، او یعنی توما آنجا حضور نداشت. و وقتی که توما درباره قیام مسیح از مرگ از دیگر شاگردان شنید، به گفته های آنها شک کرد و به این امر ایمان نیاورد. برای توما سخت بود که باور داشته باشد که مسیح می توانست بعد از مرگ دوباره زنده شود. توما گفت تا من زخم‌هایی که در دستان عیسی ایجاد شده نبینم و لمس نکنم باور نخواهم کرد. عیسی به خاطر شک‌هایی که توما داشت بر او ترحم کرده و خود را بار دیگر به شاگردان ظاهر کرد که این بار توما با آنها بود. عیسی گفت انگشت خودت را اینجا بگذار، ببین دستهای مرا. دست خودت را دراز کن و پهلوهایم را لمس کن. بی ایمان نباش بلکه ایمان بیار. توما به او گفت ای خداوندم و ای خدای من. سپس عیسی
به توما گفت: بعد از دیدنم ایمان آوردی. خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آورند. به مدت 40 روز عیسی مسیح خودش را همواره به شاگردان و دیگران ظاهر می کرد. بنابراین آنها دانستند و ایمان آوردند که عیسی زنده شده بود و زنده می بود. وقتی زمان صعود عیسی به آسمان فرا رسید، عیسی به شاگردانش فرمان داد که این خبر خوش را به تمام مردم دنیا برسانند. خبر آمدن او به این دنیا و کارهایش در این دنیا و کفاره گناهان انسانها شدن و در آخر قیام او از مرگ. بعد از این که عیسی این سخنان را به شاگردانش به پایان رساند، او آنها را برکت داد و در حال برکت دادن آنها عیسی در مقابل چشمان تمام حاضرین به سوی آسمان بالا رفت و در ابری ناپدید شد. چشمان تمام حاضرین به آسمان خیره شده بود که ناگهان 2 فرشته بر آنها ظاهر شده و گفتند: عیسی به آسمان رفت و همان گونه که رفت 1 روز نیز باز خواهد گشت. عیسی الان در آسمان است. او در حال آماده کردن مکانی است برای کسانی که به او ایمان دارند و به دنبال او راه می روند و پیروان واقعی او هستند. عیسی از طریق خودش راهی را بنا کرد تا ما را با خدا ارتباط دهد. چرا عیسی بر روی صلیب مرد؟ عیسی بر روی صلیب مرد تا ما را از مجازات گناهانمان برهاند و نجات بخشد، تا ما با خدا مشارکت داشته باشیم. مسیح عادل و بیگناه گناهان ما را متحمل شد و وقتی که ما به مسیح ایمان می آوریم و توبه می کنیم، خدا گناهان ما را می بخشد و به ما قدرت و اقتدار عطا می کند تا بر گناه غلبه یابیم. قدرت و اقتداری که خدا به فرزندان تازه تولد یافته در روح عطا می کند. در مدتی که عیسی مسیح بر روی زمین زندگی می کرد، حکایت‌هایی را برایمان بیان کرد تا نشان دهد که زندگی با خدا به چه معنا می باشد. عیسی گفت که 2 راه وجود دارند. یکی پهن و آسان ولی پایانش مرگ و نابودی می باشد و دیگری باریک و سخت است ولی پایانش حیات جاویدان می باشد. همه ما از جاده پهن و گناه آلود شروع کردیم. همه ما با داشتن میل و گرایش به زشتی ها و گناه به دنیا آمدیم. ما آن امیال را از انسان اول یعنی آدم به ارث بردیم و همچنین با انتخاب خودمان بود که راه زشت و پلید را با اراده خودمان انتخاب کردیم و عیسی به ما آموخت که از جاده گشاد و پهن بیرون بیاییم و آن را رها کنیم. در عوض به ما میگوید که راه تنگ را انتخاب کنیم، همان جاده‌ای که ما را به زندگی جاویدان با خداوندمان هدایت می کند. امکان ندارد که بتوانیم وارد این راه تنگ شویم مگر توسط عیسی مسیح، توبه از گناهانمان و پذیرش قربانی عیسی بر روی صلیب که برای خریداری ما انجام شد. شنوندگان عزیز، بیایید همین حالا قلب خود را برای خدا باز کنید
و با او حرف بزنید و اینطور با ما دعا کنید. ای خداوند، تو بزرگ و قدوس و عادلی. الان من در حضور تو به گناهان خود اعتراف می کنم. ایمان دارم که عیسی بر روی صلیب مرد تا مزد گناهان مرا بپردازد. لطفاً مرا ببخش، پاکم کن و قلبی جدید به من عطا کن تا یکی از فرزندان تو باشم. میخواهم راه تو را دنبال کنم. میخواهم بر روی این زمین در حضور تو زندگی کنم و میخواهم زندگی کاملی را در بهشت با تو داشته باشم. متشکرم که مرا پذیرفته ای خداوند. در نام عیسی، آمین. مسیح خوش آمد میگوید به تمام کسانی که به سوی او میآیند، کسانی که به او ایمان میآورند، از هر قوم، ملت، زبان و مذهب. مسیح قادر است که آنها را پسران و دختران خدا بگرداند، برخلاف فرقهای بزرگشان در زبان و سنتها. همه آنها در مسیح یک خانواده را تشکیل می دهند. خانواده خداوندمان و مسیح سر اتحاد و محبتشان می باشد و او در جلوی آنها بر روی جاده باریک راه می رود و آنها را به بهشت هدایت و رهبری می کند. در یکی از شبها یکی از علماهای مذهبی به نام نیقودیموس به حضور عیسی آمد تا با عیسی صحبت کند. عیسی گفتگوی بسیار عالی با او داشت. عیسی به نیقودیموس گفت: اگر می‌خواهی که جزو خانواده خدا باشی، باید تولد تازه پیدا کنی. همانطوری که از پدر و مادر خود متولد شده و وارد خانواده زمینی خود می‌شوید، به همان صورت تولد جدید روحانی ما را وارد خانواده خدا می‌کند. تولد اول جسمانی میباشد و تولد دوم تولد روحانی. ما نمیتوانیم خودمان را تغییر دهیم، ولی خدا میتواند این کار را در ما بکند. روح خدا یعنی روح القدس به ما موقعی این تولد جدید روحانی را میدهد که ایمان میآوریم و توبه میکنیم و تصمیم میگیریم که زندگی کاملا جدیدی را با مسیح شروع کنیم. قبل از اینکه عیسی به آسمان صعود کند، او به شاگردانش قول داد که روح القدس را برای آنها بفرستد. شاگردان در اورشلیم بودند و آنها روزانه جمع شده با هماهنگی و اتحاد در جسم و جان به دعا مشغول بودند. تقریباً 10 روز بعد از صعود عیسی به آسمان، یعنی 50 روز بعد از قیام او، ناگهان صدایی شبیه صدای وزش باد از آسمان آمد و خانه ای را که در آن ایمانداران جمع بودند پر کرد. تمام شاگردان از روح القدس پر گشته و شروع کردند به زبانها صحبت کردند. در آن روزها بسیاری از یهودیان از قبیله‌های مختلف برای مراسم یکی از عیدهای خود به اورشلیم آمدند و در آنجا جمع شده بودند و وقتی که شنیدند که شاگردان درباره عیسی و کارهای بزرگش صحبت می‌کنند و حال این که
به زبانهای محلی آنها صحبت می کنند بسیار متعجب گشته و بسیاری از آنها پیغامی را که شاگردان عیسی موعظه می کردن را پذیرفتند و ایمان آوردند. به خاطر اینکه روح قدوس خدا قدرتمند و واقعی و ثمربخش است و زندگی می کند در قلب هر کسی که پیغام عیسی را میپذیرد و به او ایمان می آورد، یعنی ایمان واقعی. آن وقت است که روح القدس به آن شخص قدرت و قوت می بخشد تا با جان و دل عیسی را دوست بدارد و او را پیروی کند. قبل از این که شخص مسیح را بشناسد در تاریکی راه می رود و زندگی می کند. طبیعی است شخصی که در تاریکی راه می رود لغزش بخورد و بیفتد و خطاهای زیادی مرتکب شود، زیرا که هیچ نوری نیست که او بتواند راهش را ببیند. اما وقتی که شخص به مسیح ایمان می آورد و به او اطمینان می کند، او مانند شخصی است که انگار در وسط روز روشن دارد قدم میزند، بر روی یک زمین هموار و صاف، بر روی یک جاده مستقیم. عیسی می‌فرماید من نور این جهان هستم، هر که مرا پیروی کند در تاریکی راه نخواهد رفت. خدا برای این خاطر روحش را به ما می‌دهد تا ما را کمک کرده تا راه ما را روشن کند، تا زندگی کردن را به ما بیاموزد مطابق به اراده و راه خودش. یک ایماندار یک شخص کاملا جدیدی می باشد. کسی که تولد تازه پیدا می کند، از زندگی جدیدی برخوردار است. او از شوق و اشتیاق جدید و قوی برخوردار می شود تا خدا را آزادانه اطاعت کند. او به خاطر اینکه گناهانش بخشیده شده تشکرات قلبی خود را به خدا عرضه می دارد. یک ایماندار در مسیح باید از انجام دادن اعمال زشت و پلید برحذر باشد و دوری کند. اعمال زشتی مانند زنا، دزدی، طمع یا حرص، جادوگری و شعبده بازی. روح القدس به یک ایماندار این توانایی را می بخشد که خودش را از این اعمال زشت دور کند و در عوض کارهای نیک را به انجام برساند. اگر وقتی که یک خانواده مسیحی طبق خواست و اراده خدا زندگی می کنند، آن وقت است که زن و شوهر همدیگر را با صمیم قلب دوست می دارند و محبت می کنند و همینطور همسر به شوهر خود عشق ورزیده او را محبت و احترام می کند، چون که این فرمان خدا می باشد. شوهران و همسران همچنین یکدیگر را کمک کرده و باعث دلگرمی، تشویق، قوت قلب همدیگر می شوند و فرزندانی را تربیت می کنند که خدا ترس باشند. یک خانواده ایماندار همیشه با هم دعا می کنند و هدفشان این است که همیشه خدا را جلال بدهند و با دیگران خوب باشند و خوبی دیگران را بخواهند. عیسی به پیروان خود تعلیم می دهد که آنها باید تمام مردم را دوست بدارند، حتی دشمنانشان را. اشخاصی که در نیاز هستند کمک کنند، حتی آنهایی که از لحاظ ایمان یا سنت زندگی و یا از لحاظ زبان با آنها فرق دارند. برای این منظور
عیسی برای پیروان خود این حکایت را توضیح می دهد. حکایتی از یک نفر، یک شخصی که به یک شهر دوری سفر می کرد. او توسط دزدانی غارت شد. دزدانی که تمام چیزهای او را بردند. او را لخت کرده، زخمی در حال نیمه جان در جاده گذاشته و رفتند. بعضی ها از کنار آن مرد زخمی گذشتند و کمکی به او نکردند. اما یک مسافر که از آنجا می‌گذشت دید که آن مرد زخمی در حال مردن میباشد. بنابراین دلش برای او سوخت و بر آن مرد زخمی ترحم کرد. سپس زخم‌های او را درمان کرد و از مرد زخمی مراقبت نمود بدون اینکه دستمزدی از او بخواهد. با وجود اینکه مرد زخمی در آغاز مرد مسافر را به خاطر فرق نژادی دوست نداشت، این امر باعث ناراحتی مرد مسافر قرار نگرفت و او را کمک کرد. عیسی به ما تعلیم داد که ما هم مانند آن مرد مسافر باید کسانی را که در نیاز هستند کمک کنیم. بعضی مردم خود را گرفتار فعالیت‌های جادوگری کرده و با روح‌های پلید ارتباط برقرار می‌کنند و بعضی مردم به قدرت روحانی بیگانه باور دارند که از طریق آن تلاش می‌کنند آینده را بدانند. با احضار این ارواح و یا خواندن کف دست انسان و یا خواندن ورقه بازی و دیگر چیزها. اما وقتی که آنها به طرف عیسی مسیح میآیند و از او میخواهند که وارد قلبشان شود و زندگیشان را تغییر دهد، آنها باید توبه کرده و از آن کارها دست بکشند. ما نباید از شیطان و یا از ارواح پلید ترسی داشته باشیم، زیرا خدایی که از طریق روح قدوسش در ما زندگی می کند چه بسا قوی تر از شیطان و تمام ارواح پلید و شرور است. ما باید از شر هر چیزی که ما را با شیطان و این ارواح شریر ارتباط می دهد خلاص شویم. ما نباید از شیطان و ارواحش کمک بخواهیم، بلکه فقط از خدا، زیرا خدا پدر ماست و او یاری دهنده و محافظ ماست. مردی وجود داشت که گرفتار ارواح پلید بوده و در کوه‌ها و غارها زندگی می‌کرد. و وقتی که آنها آن مرد را با ریسمان و زنجیر بستند، او هر دوی آن را پاره کرد و خودش را زخمی می‌کرد. وقتی که عیسی آن شخص را دید، عیسی فوراً به ارواح پلیدی را که در آن شخص زندگی می‌کردند دستور داد که از او بیرون بیایند. به راستی عیسی او را از قدرت شیطان که او را تحت تسلط خودش داشت آزاد کرد. و بعد آن مرد رفت و به همه اعلام کرد که چطور عیسی بر او رحم کرد و او را از آن بند آزاد کرد. عیسی بر تمام موجودات و ارواح قدرت و اقتدار دارد و قادر است که آزاد بکند و نجات دهد تمام جانهایی را که گرفتار هر بردگی و بندگی می باشند. اگر احساس می کنید که ارواح شریر می خواهند شما را باز دارند تا با عیسی مسیح وارد یک دوستی و مشارکت نشوید، در این صورت از آن اشخاصی که ایماندار هستند و عیسی را می شناسند سوال کنید تا برای شما دعا کنند و در نام پرقدرت عیسی بخواهید که از این زندان ارواح پلید آزاد بشوید.
اغلب شیطان تلاش می کند تا ایمانداران را وسوسه کند تا گناه کنند و همچنین تلاش می کند تا ایمانداران را از اطاعت و پیروی کردن به عیسی باز دارد. شیطان سعی می کند تا ما را وادار سازد که خدا را فراموش کرده و بین ما و خدا فاصله بیاندازد. او سعی دارد ما را با چیزهای زیادی گول بزند. چیزهایی مانند پول، لباس، سیگار، مواد مخدر، روابط جنسی نامشروع، شراب و مشروبات و خیلی چیزهای دیگر. شیطان تلاش می کند تا ما را متقاعد سازد که ارزش این چیزها خیلی مهمتر از خداوند است و خیلی زیباتر از زندگی کردن با خداست و می‌خواهد ما را متقاعد کند که این چیزها ما را خوشحال و سرافراز خواهند کرد. اما ما باید این را بدانیم که شیطان همیشه یک دروغگو است، متغلب و اولین و آخرین هدفش این است که ما را از خداوند جدا سازد. و روح القدس، روح خدا که در وجود ما زندگی می کند، ما را یاری کرده و قوت می بخشد تا در مقابل وسوسه های شیطان مقاومت کنیم و آن را نپذیریم و تا اینکه با اطمینان در عیسی بمانیم و با او راه رویم تا یک زندگی وافر و رضایت بخشی در او داشته باشیم. عیسی به شاگردانش و به ما این داستان را گفته و میگوید: یک مرد جوانی بود که تصمیم گرفت خانه پدرش را ترک کرده و خودش را به انواع اعمال زشت و پلید گرفتار سازد. او تمام ارثی را که از پدرش که از او دور بود گرفته بود از دست داد. بعد از اینکه مرد جوان تمام ثروت خود را از دست داد، بسیار فقیر شد و در آن سرزمینی که او زندگی می کرد خشکسالی به وجود آمد، طوری که وضع او خیلی بد شد. او بدبخت، فقیر و همیشه گرسنه بود. او در میان یک عده از انسانهای گرسنه زندگی می کرد تا این که یک روز او به خود آمد و از گناهان و شرارت خودش ابراز پشیمانی کرد و تصمیم گرفت به خانه پدرش برگردد و از پدرش طلب بخشش کند. به راستی که او به خانه پدرش برگشت، او پی نبرد و نمی‌فهمید که چقدر پدرش او را دوست می داشت. او از اینکه پدرش او را به همان صورتی که بود پذیرفته بود و او را دوباره به خانه راه داد، افتخار و احترام از دست رفته را دوباره به او بازگردان، در تعجب می بود. این داستان به ما می آموزد که اگر ما گناه کنیم باید بیدار شده و احساس تأسف داشته و ابراز پشیمانی از گناهانمان را نشان بدهیم و ما باید با توبه واقعی به سوی خدا بازگردیم و خدا ما را به خاطر محبت عظیم خود میپذیرد و ما را به خاطر قربانی که عیسی بر صلیب انجام داد و خونی که در راه ما ریخت ما را میبخشد و ما را به خانواده بزرگش دعوت کرده و به ما خوش آمد میگوید. اغلب یک سوال هست که ما را سردرگم می کند. وقتی که ایمانداران بیمار می شوند چه کار می کنند؟ کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که اگر ما بیمار شدیم به سوی خداوندمان دعا کنیم و ایمان داشته باشیم که او همیشه بهترین چیزها را برای ما می خواهد و برای ما انجام می دهد. خدا همیشه همه چیز را به خیریت فرزندانش می خواهد، آنهایی که دوستش دارند. ممکن است از طریق معجزه شفا باشد که آن را خدا انتخاب می کند، یا از طریق استفاده کردن درمان پزشکی یا فیضی که
خدا در مدتی که بیمار هستیم به ما میبخشد. گرچه او شاید صلاح بداند ما را شفا ندهد. در هر مورد بالا ما باید خدا را شکر کنیم و درک کنیم که او از ما در این اوقات و دوران سختی را که داریم سپری می کنیم چه انتظار دارد که بیاموزیم. ما نباید غرغر و شکایت کنیم. در عوض باید از آرامش خدا لذت ببریم که قادر می باشد درک و فهم و شعور ما را تبدیل کند. اما ما نباید هرگز تحت هیچ شرایطی به راه‌های دیگر برای شفای خود توسل جوییم، راه‌هایی مانند جادوگری، زیرا که این راه ایمانی که خدا می‌فرماید نیست. همه ما این حقیقت را می‌دانیم که یک روزی همه ما خواهیم مرد. اما سوال مهم این است که بعد از مرگ چه اتفاقی می‌افتد؟ کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد هنگامی که یک ایماندار می‌میرد، روحش به بهشت می‌رود، جایی که عیسی مسیح است، تا با عیسی زندگی کند. و این حقیقت ما را آسوده خاطر می‌سازد و مانع می‌شود تا در غم و اندوه به سر نبریم. ما نباید هرگز از مرگ بهراسیم، چون ما می‌دانیم که خدا ما را دوست دارد و ما را از گناهانمان نجات داد توسط ایمان ما به عیسی، کسی که خودش را به عنوان قربانی بر روی صلیب داد تا قدرت گناه را از بین ببرد و مرگ را وسیله ای ساخت برای انتقال ما از این زندگی زمینی به داخل زندگی جاویدان و همیشگی با خدا در بهشت. به هر صورت بی ایمانان، آنانی که عیسی مسیح و اعتماد کردن به او را رد می کنند، از آن آینده عالی بی بهره خواهند بود و با خدا در بهشت زندگی نخواهند کرد، زیرا که آنان حاضر نبودند با خدا بر روی زمین زندگی کنند، ولی آنها از خدا جدا خواهند بود و تا ابد هلاک خواهند شد. هر عضو بدن کار خاص خودش را می کند. چشمان برای دیدن، گوشها برای شنیدن و دهان برای حرف زدن و خوردن می باشد و تمام اعضای بدن در هماهنگی و همکاری و در نظم و ترتیب با هم کار می کنند. اگر یک عضو بیمار شود و یا صدمه ببیند، متوجه می شویم که تمام اعضای بدن برای آن عضو رنج می کشند. خدا به ما می گوید که ایمانداران مانند اعضای بدن می باشند که آن را کلیسا می نامیم. کلیسا به معنای ساختمان و یا مکان نیست. کلیسا یک گروهی از ایمانداران می باشند که زندگی کردن با خداوند را انتخاب کرده و مطیع خداوند شده و همدیگر را دوست می دارند. و مسیح سر این بدن است، کسی که هدایت و محافظت می کند. همانطوری که اعضای مختلف بدن توانایی ها و استعدادهای مختلفی دارند، خدا هم به ایمانداران استعدادها و عطایای گوناگونی عطا کرده، مانند موعظه کردن، تعلیم دادن، پرستش کردن و امید دادن و باعث قوت قلب دیگران شدن و خدمات زیادی مانند مایه خوشبختی یا مایه دلخوشی بودن، کمک و یاری کردن، سازماندهی بخشیدن. تمام اینها برای بدن است که قوی شده تا عشق و جلال مسیح را توضیح بدهد و مسیح به ما دستور داد که همدیگر را دوست بداریم و این نشان می‌دهد
که ما شاگردان مسیح و فرزندان خداوند می باشیم. بنابراین شما جزء برگزیدگان خدا می باشید، مقدس و بسیار محبت شده، لباس ترحم و دلسوزی، مهربانی، فروتنی، لطف و صبر را در بر کنید. تمام ایمانداران باید با هم کار کرده و همدیگر را خدمت کنند تا بدن قوی شده و رشد کنند. خیلی خوب است که ایمانداران با هم به طور مرتب جمع شوند و خداوند را پرستش کنند. در طول مدت که در یک جا جمع می شوند، آنان از کتاب مقدس تعلیم می گیرند، برای خداوند سرود می خوانند، خداوند را جلال می دهند با شکرگزاری و دعا و با دادن هدایا تا کار خدا رشد کرده. همچنین اینکه انجیل یعنی خبر خوش به گوش تمام مردم میرسد. کتاب مقدس همچنین به ما دستور میدهد تا مرگ خداوند عیسی را با پاره کردن نان و نوشیدن از پیاله خداوند به خاطر بیاوریم. نان بدن مسیح را به خاطر ما میآورد که به عنوان قربانی بر روی صلیب برای ما فدا شد. پیاله نوشیدنی خون مسیح را به خاطر ما می آورد که بر روی صلیب ریخته شد تا ما را از گناهان ما پاک سازد. بدین ترتیب با انجام آن ما مرگ خداوند و قیامش را تا آمدن مجدد او به خاطر می سپاریم. همونطوری که خداوند عیسی قولش را به ما داد، او به زودی از آسمان به طور غیر منتظره برمیگردد. او میآید تا ایمانداران را با خودش ببرد و خداوند عیسی تمام ایماندارانی را که قبلا مرده اند برمیخیزاند، طوری که قبرشان خالی خواهد شد و ایماندارانی که هنوز زنده اند به آسمان ربوده شده تا خداوند را با دیگران بر روی ابرها ملاقات کنند و ما با او تا ابد در جلالش خواهیم ماند. اما آنانی را که به مسیح ایمان نیاوردند، خداوند آنان را به حال خودشان رها کرده تا با داوری خطرناک خدا روبرو بشوند. ما نمیدانیم که عیسی چه وقت می آید. بنابراین ما باید در تمام وقت آماده و منتظر آمدنش باشیم. همانطوری که یک درخت میوه‌دار مطابق نوع خود میوه میدهد، روح خدا هم میوه نیکی را در زندگی‌های ما می‌دهد. عیسی خداوند می‌فرماید: من تاک حقیقی هستم و شما شاخه‌های من. اگر در من بمانید و من در شما بمانم، میوه فراوان می‌آورید. روح قدوس خدا که در قلب ما زندگی می‌کند، در ما کار می‌کند و به ما میوه خوب روحانی می دهد. ثمره او در ما اینها می باشند: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی، خویشتن‌داری و ایمان. شاخه‌ای که میوه نیاورد بریده شده و در آتش انداخته می شود. اما شاخه‌ای که میوه می‌آورد، خدا آن را اصلاح و تمیز می‌کند تا برای جلال پدر آسمانی میوه فراوان بیاورد.
خداوند عیسی به شاگردان و دیگر پیروان خود تعلیم می‌دهد که آنها باید به سوی همه بروند و این خبر خوش انجیل را با آنها در میان بگذارند. خبر خوشی که به آنها میگوید در آن نجات است، نجات از گناه و از مجازات ابدی. خیلی از مردم سوال میکنن که ایمان مسیحی چیست؟ مسیحیان به چه چیز ایمان دارند؟ چرا آنها با دیگر مردمان فرق دارند؟ چرا رفتارشان فرق دارد و انگیزه هایشان چیست؟ ایمانداران باید آماده باشند تا به این سوالات جواب بدهند. طرز زندگی کردن و طرز صحبت کردن ایمانداران شهادتی میتواند باشد تا فیض خداوند را به دیگران نشان بدهند. اگر شما یک ایماندار مسیحی هستید، باید به دیگران کمک کنید تا آنها انجیل خوشایند و دلپذیر مسیح و فیضش را بفهمند و درک کنند. روح قدوس خدا به ما حکمت و شهامت می دهد تا مسیح را با شهادت دادن درباره‌اش در زندگی جدیدی که با خدا داریم پیروی کنیم. دوست من مطمئن هستم که با گوش دادن به این پیغام شما را یاری خواهد کرد تا خیلی چیزها را درباره خداوند بدانید و تا این که بدانید ایمان در مسیح چیست و چه کسی مسیحی واقعی است و یک ایماندار مسیحی چگونه باید زندگی کند. شما می توانید این پیغام را بیشتر از یک بار گوش دهید و من مطمئن هستم که شما این کار را خواهید کرد. شما همچنین می توانید از گوش دادن به این پیغام بایستید و درباره لغات مهمی که شنیده اید تفکر و تعمق کنید. از خودتون بپرسید: آیا من با خداوند راه می روم یا در این دنیا به تنهایی با خود راه می روم؟ آیا من واقعاً به قربانی که عیسی بر روی صلیب برای من داد و خونش که برای تمام مردم ریخته شد را پذیرفتم؟ یا بدون بهره مند شدن به برکات صلیب مسیح زندگی خواهم کرد و بعد خواهم مرد؟ آیا به گناهان خود توبه کردم یا از خداوند دور هستم و یا هنوز منتظرم؟ شما می توانید قلباً با خداوندمون صحبت کنید و او شما را خواهد شنید، چون که او با محبت عظیمش شما را دوست دارد. ای عیسی نزدم بیا، بهر من باش رهنما، در دستایت این جانم، ای هادی نیکویم، تشنه وجودتم، تشنه حضورتم، درخواست کنم منجیم، همیشه باش رهبرم، تشنه وجودتم، تشنه حضورتم، درخواست کنم منجیم، همیشه باش رهبرم.
را نگشایم، هیچ کس را جا ندهم، تنها حضورت خواهم. ای عیسی مصلوبم، تشنه وجودتم، تشنه حضورتم. درخواست کنم منجیم، همیشه باش رهبرم. به تو توکل دارم، در هر چیز باش رهبرم. سلطنت کن در قلبم، ای مسیح محبوبم. تشنه وجودتم، تشنه حضورتم. درخواست کنم منجیم، همیشه باش رهبرم.